که شامل آرد و خمیرمایه فوری، بیکینگ پودر و شکر و نمک هست با هم قاطی میکنیم و بعد آب و شیرم به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو با هم مخلوط میکنیم و 3-4 دقیقه ورز میدیم. حالا خمیرمون که جمع شده روشو میپوشونیم و بهش 1 ساعت استراحت میدیم. بعد از 1 ساعت خمیر رو چونه کنید و یه 10-15 دقیقه بهش استراحت بدید. راستی یادتون نره فر باید راحت 1 ساعت قبل از این که خمیر رو تو فر بذارید روشن شده باشه. توی سینی فر کمی پودر ذرت یا سبوس گندم بریزید و اول خمیر رو روی سطح کارتون کمی باز کنید و وقتی که توی سیری قرار دادید روی خمیر چند قطره آب بریزید، دستتونم خوب خیس کنید و حالا خمیر رو به شکل نون بربری باز کنید. برای رمالش هم میتونید روغن زیتون استفاده کنید. کنجد و سیادونم که سلیقه‌ایه.